1 2 3 قربون همتون برم. من امشب اومدین اینجا ایرانیای عزیز. من مهشید رو نمیبینم توی جمع ولی پولمون رو ندادن. نمیدونم مهشید دادن دستشون درد نکنه. اگه میشه دور هم یه دست محکم بزنیم واسه هنرمنده. با تشکر از آقای امین به افتخارشون یک دست مرتب. خب هنرمند بعدیمون خانم بانو سوزان روشن. ببخشید ما یه لحظه ما عاشق آهنگای خانم بانو روشن هستیم به خدا. و شرکت کننده سوم ما عاشق کشته مرده شراره به افتخار دیجی فسنقری. خب ببخشید از اتاق فرمان به ما گفتن که وقت نداریم پس لطفاً دوستان عزیز جای خودشون بشینن و ما جدیداً یک حساب توییتر باز کردیم و بینندگان عزیز میتونن در اینترنت هم با ما همراه باشن و واسه برنامه امشب یک سری سوال منتخب سوال از بینندگان عزیز تر کردیم که از یکی از این دوستان عزیز میپرسیم. خب میریم سراغ ابی جونم برات بگه یک بانوی محترم به نام گرگینه 89 سوالی از شما پرسیدن. گفتن که اگر بخوای با 3 نفر توی جزیره زندگی کنی، من نمیدونم از سوالا رو کجاشون در بیارم به خدا. کیا رو با کیا میرن؟ با کیا رو انتخاب میکنی؟ آقای ابی 3 نفر عزیز که مهشید جان اینجا هست حتما مهشید رو میبرم. دوم شما مردم عزیز، من قربون همتون برم، قربون همتون تک تکتون رو من دفعاتون رو میدوستم. امیدوارم که دور هم واقعا شب خوبی داشته باشیم. سومم راستشو بخوای یه رفیقی از همیشه تو همه صحنه ها با من بوده، کسی نیست جز جک دنیل. مرسی. به سلامتی آقای ابی و رفقای خوبشون، مخصوصا آخری. میریم سراغ سوال بعدی. این سوال از آقا جعفر 81. به خدا آقا نوشته، من وگرنه من مسخره نمی‌کنم، به خدا آقا نوشته. آقا جعفر 81 از بانو روشن سوالی پرسیدن که شما اوقات فراغتتون رو چجوری صرف می‌کنی؟
تشکر از بانو روشن با این تفریحات سالمی که دارم به خدا. ما میرویم سراغ مهمان بعدی. آقای عینالله باقرزاده 79 از ما یک سوالی کردن از آقای فسنقلی. آقای فسنقلی گفت نگیرد روز من سوال رو بخونم بابا. پرسیدن که خب حالا چرا شراره اسم قطعی بوده حالا شراره انتخاب کردی؟ سلام هم خوب هستین. ببین شراره باشو بخواین دخترهای مثلا ما تو خانواده ازدواج میکنیم همه یا نابغه میشن یا من نابغه موسیقی هستم. خیلی با تشکر از آقای دیجی فسنقلی که شما نظری ندارین آقای فسنقلی دیگه در مورد برنامه؟ سوالی چیزی ندارین از ما بپرسین؟ من راستش بخوام یه سوالی دارم. بفرمایید. برای شما نیست. برای سوزان میخواستم میخوایم من یه آهنگ بسازم. آقا اینجا خانواده نشسته به خدا. یه آهنگ مثل شراره که شما هم خوشحال بشید. عروس رفته گل بچینه. خب اصلا یه مثل شراره بشی. اصلا من دیگه شراره کار ندارم. شما جوابی نداری؟ چرا بخوام مثل شراره بشم؟ نشید. از دست دادی. خانم روشن شما کوتاه میاد. بیا دیجی جان بشی برنامه ما رو مهمون ما رو فراریش دادی رفت. ای بابا عزیزم 40 سال پیش خوب بود این چی افتادی دنبالش بابا؟ آقایان عزیز واقعا ما دیگه الان من نمیدونم شما برید ما یه بریکی بگیریم. چرا من 40 سالم الان. 40 سال و نیم. بابا مهمون برنامه رو با 100 تا دنگ و فنگ آوردیمش به خدا. بریم دنبالش. بفرمایید پیداش کنید خواهشم تا ما دوست دارم. آقا بفرما. آقا ایدی شما هر جور راحت میخواین بشینید. من یه دهم واسه‌تون بخونم واسه همه اینایی که تو غربت هستن. وقتی دلگیری و تنها غربته. آقا 3 روز کنسرت نذاشتم پول در نیومد. خدا